فعلا جور نشده تقریبا در تاریخ 13 نوامبر جور میشه. عملیات کردم خب ولی تقریبا 3 هفته میشه. من گفتم تاریخش هم میفهمی که در این تاریخ جور میشه. نه بابا یا عجب غم دارین سیاری رو کردی کارت. من بجایت میبودم میفهمی چی میکردم بالا خب پای موگار شده بود به دولت میبودم هیچ چیز نمیگفتم خب چپ میبودم میگفتم جور تیار است میرفتم در کمپانی کار بار میگرفتم طرف وقت کار کردن خود به دروغ مینداختم که بلکه والا پای میجوگار شد در سر کار بود کمپانی دیگه کل مصرف تا قدر پیسام تر کلیم کنه میتونستی کل زندگی جور میشد. نمیشد بابا نمیشد. خب گفتم کیس پای آمده خب بودی بسیار درد میکرد. نه نه پای میفهمی خب 1 کیلومتر میرفتم خب پای باز درد میکرد. اینقدر درد میکرد پایم. یک شش بودی بوده رفتن نمیرفت یک کیلومتر راه چطور اوجه که میرفتی دولت گفتی که پای موگار است میخوایم؟ نه چیزی نگفتم محترم بابا چه استاس شد حالا بالا شده دیگه پای تک در راستی درد میکنه در گیم خب پای جور است بچه خیز دی کی است ما چه مزاواک آمدم گفت نفر آمد در موتر که آمدم می موتر آمد مرا کالاوت کرده بیر نمی لالای ما سک پای شلوار غم دارین نفهمیدی این خیالی میبینم دوای زده درد دادن دیگار نفهمیدی چیه مجرد هستی متعیل هستی؟ ما مجرد بدم ولی متعال شدم بابا. ها؟ پنگوانگ نمیگیری پیون نه خیلی ماده کل ما از شکم مادر متعیل تولد شده بودی میگم ایستی چه قسم جواب بود؟ خب سوال بود این کلمون بابا جان چقدر وقت میشه که متعیل شدیم؟ تقریبا 5 سال میشه بابا. تو دیگه مجرد بودم باز متعیل شدم 5 سال میشه چه کردی؟ اگه یک 2-3 ماه میشد میگفتم برو اگه یک 2-3 ماه از رسید میشد میگفتم برو بی بیچاره حق داره مجرد بود خیلی 2-3 ماه متعیل شد تو 5 سال میشه رسید کردی و هنوز هم میگی که مجرد بودم متعیل شدم. وقتی که اومدم تو جرمنی مجرد بدم خب باز که تا جرمنی رسیدم متعیل شدم بابا. بیا اینجا کلو تیک جوشه بسه کنه که مزه بده. از جرمنی زنگ گرفتی یا در افغانستان؟ نه جرمنی بابا. خودت خو آفلاین شدی شاید دیریز ای دیگه از موتر پایین نمیشه می پای ما اوگاره